سلام بچه ها، خوبین؟ به چنل ما خوش اومدین. میخواستم یه شوخی بد با گذر انجام بدم که مطمئنم که خیلی حساس روش و با ما همراه باشین. بریم ببینیم چی میشه. بریم بترکیم. الان میرم. خونه یه ذره سرد داره. سرد شده؟ آره سرده. هوا سرده دیگه. خب نقاشی بکش آردین. آره. اوه اینا هم کشیدن نقاشی هاشو باید نگاه کنی طبق عکسه باید رنگ کنی رو. آره یه این رنگی زرد داره بنفش زرد آتی سلامت میخوای بیایی میتونی ایزا پیستاوم نداری چه بیا ایزا جلو تو بخوری باش. یادت اون روز منو ترسوندی با یه کاری؟ چه کاری؟ منم ترسیدم اون روز فکر کنم 2 ساعت 3 ساعت من هنگ کرده بودم. حقت بود. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. اونم نانه نانه حالتی نمینه راه میره یعنی نانه. بچه ها واسه اینکه خیالتون راحت شه بدون صورتم با دستمال مرطوب پاک میکنم. ببینید این پوست منه. اوه آرتین چیکار می‌کنی؟ سرم. سهیل بیشور این چه کاریه؟ نه بابا توپه ترسیدی آره؟ یا خدا آره برو بیشور بابا ببین هیچی نشده. نترس باشه دست نزن به من باشه یادم. نترس. خدا اسکول دیوونه ای تو ترسیدی؟ ببین توپه میگن توپم بابا. دیگه برو بابا ببین ماشالله سرغل گنده نشسته. شب کشیدم بچه رو بدبخت نه دردت نگرفت نه هیچی آرتین نشده. یادته ترسونده بودی برو اون بابا رو؟ من از این شوخی میکنه باهات عزیزم تو موقعی که باید جنبه شوخی داشته باشی موقعی که نه از این کارشان از این شوخی نکن با من رو آرتین حساسی. بله منم میدونستم که حساسی از زمین کارو کردم دیگه عشقم. باشه نه سر در گرفتی؟ آره دیگه نازی سردت گرفتم آرتی تو هم میدونستی آره؟ نه نمیدونستی؟ آره من میدونم تو هم میدونستی با بابات مشورت کرده بودی آره؟ نه نازی نمیترسه که نمیترسی آره؟ تو هیچ کاری نکردم که آرتین بعد چی سایه هم واسه تو نمیدم خودم میخورم دو بعد توی ترسیدی به من چایی نمیدی؟ نه خیر یعنی عزیزم برم خودم بریزم؟ بله اوه برو ببینم میرم میریزم الان میام نه ترسی ها کاری دیگه نمیکنم باید. مطمئنی؟ آره مطمئن باشم. بابات اسکول آرتی اگه اسکوله. اسکول آره خودت هم میدونی نه نمیدونم. نمیدونی؟ اسکوله. بابا کن اون چای بیاره بیار. چایی بیاره؟ آره. بخوری